سلام کور چطوری برای بچه؟ من امیر میکس هستم. امروز اومدیم با ویدیو خیلی جذاب. بچه اومدیم یه ویدیوی خیلی باحال که آموزش ساخت سرور ماینکرافت است. بچه این ما این به بعد آموزشمون زیاد میکنیم و اگه خواستی گیم ها رو هم زیاد کنیم و گیم های خیلی جذاب و باحال و اینا رو بسازیم، حتما تو کامنت ها بگین که خیلی برنامه رو چیدیم واسه اونا. بچه اولین کاری که باید کنین، من دارم چیز میکنم، یه سرور با پلاگین اینا میسازم. خب ساخت یه سرور. بس بچه پارت بعدی حالا یه مانگرافت انگلیشی. پارت بعدی بهتون یاد میدم که چجوری ولاسیتیتون رو درست کنید. حالا سواد اینقدر درسته ماریم یه پوشه میسازیم توش. ما چون میخوام چند تا گیم رو ران کنیم، یه پوشه میسازیم توش سر. منظورم چیه؟ سروایول میخوایم. نه ما میخوایم تک سروایول ران کنیم فقط. راست میایم اینجا یک راست رو نمیخواد کنید. شما بزنید کرومتون رو باز کنید، بزنید paper.mc.io /download بعد آخرین ورژن آره 1.21.4ش که نمیشه get paper. بعد چیز کنید. بچه ما چون جاوای 17 دارم 1.20 و 1.20.1 میکشن، ولی به بالا نه، به بالا دیگه نمیکشن. خب من همون بالاترین نسخه‌اش میذارم که یکم کوچولوی آپدیت داده و اینجا داره دانلود میکنه. بعدش خب ما فقط کاری نیاز نیست کنیم. میایم اینجا این منتظر 6 ثانیه اینو کوچیک میکنیم، بعد میاریم اینجا 2 ثانیه و تموم شد. خب الان میگین الان ما اینو چجوری بازش کنیم؟ من میخوام چیزی کنم، اسمشو یه کوچولو ادیت بدم یا مثلا همینطوری که میخواین شما، چون این یکم چیز اضافه است. بعضی موقع واسه شما دادجر هم داره، واسه من نداره. خب یعنی دادجره واسه من نباشه مهم نی، خودشون جره. یه دونه نوتپد برمیدارین یا نوتپد پلاس یا این برنامه که اسم دقیقش هم نمیدونم. یه برنامه خیلی خوبی بود، حرفه‌ایونه. آها این وسال استودیو کد. اینجا که صفحه اصلی اینه چیز میکنید، اینجا میزنید نیو فایل، نیو تکست فایل. خب بعد یه باره اینو بخواید بنویسی اینا اینطوری. ما الان میگیم این الان چیه؟ ما چرا باید اینو کپی میکردیم؟ اینا در واقعیت باید به خاطر این کپی میکردین. ما میایم تو این سایت،
ماینکرافت ماینکرافت دات نت US اینا. بعد ما اینجا میایم اینجا، بعد اینجا که نمیشه ماینکرافت سرور 1.21.5.jar تا اینجا. خب گفتم باید پیپرتون رو بیارین. بعد تا اینجا تا این جره منفی، جره رو پاک هیچ وقت نکنید. من میخوام به اینا حد اکثر رم، این حد اکثر رمی که میتونی به اون بدی، این از مثلا میگی تا اینقدر میتونه مصرف کنه، ولی میتونه این حد اکثر رمی که میتونه استفاده است، حد اکثرش. من چون 6 گیگ رم کامپیوترمه میذارمش روی 3 گیگ 3 گیگ یا اینطوری بنویسید جی یا 3000 ام. این هم میکنیم 3000 ام. بعد سیو، کنترل اس میزنید، ماینکرافت پوش ماینکرافت سروایوال. خب ما الان میگه چیکار کنیم؟ اینجا چیزی باید داشته باشه به نام بت، ولی اگه پیداش نکردی اینه بچ اینو بذار روی این. بعد اینجا بزنید استارت دات بت یا مثلا ران دات بت. این دات بت مهمه، ولی قبلش هرچی دوست داری میتونی بذارید. من دوستم بذارم رو ران دات بت یا ما. بعد اینجا اینطوری، بعد اینجا بدون این شکلی ران، اینطوری ران هم ما حالا بریم سر چیز این. خب اینجا کپی دوباره میکنیم، اینجا ما کنیم، بعدش اینجا بچه تا اینجا ویدیو هستی یا که ما یادتون نرسن اونا بزنید که خیلی پیپر همون اسم چیز دات جر خودش هم بقیش نوشته. ما 3000 میذاریم، بعد کنترل اس، بعد اینجا تو بخش سرور اینجا چون این فقط 2 تا چیز داره همه فایل رو میزنین اینجا رو میزنین ران دات بت، بعدش سیو میکنیم. تموم شد، اینجا سیو شد. این مثل همونه. خب بریم حالا روی نوتپد پلاس پلاس. خب اینا اینا خب اینجا ما میزنیم، بعد اینجا میزنیم پیپر داد جرم بقیش نوشته 3000 اینجا 3000 کنترل اس میزنیم. بعد میگه کجا میخوای ذخیرش کنم، یعنی میگیم تو دسکتاپ تو بوش ماینکرافت سر. اینجا میگه حالا میخوای چه تکسی باشه. اینجا ما بچ فایل پیدا میکنیم و اینجا ران دات بت را میزنیم. بعد اینجا یه فایلی به ما دوباره میده. خب بچه مواظب باشید حتما اون اسمی که باید تو این کده ها باید چیز کنید. انا یکم داره میگه این 3 گیگ از 3 گیگ 3000 مگ داره استفاده میکنه، یعنی حدودا 1 گیگ، نه 3 گیگ دیگه 3 گیگ داره الان استفاده میکنه. بعد الان منتظرشیم تا جاواش موجانگینش دانلود شه.
تا داره دانلود میشه من ویدیو رو کات میزنم تا دانلود بشه. خب بچه ها نگاه کنید الان داره چند تا فایل همینطور داره میزنه، اتفاقی نمیفته رو سیستم شما، هیچ اتفاقی نمیفته، نترسید درباره این موضوع، فقط داره فایل سرورتون رو داره نصب میکنه. اگر تنوس ران کرده باشید ببینید پوش چیزی داره به نام پلاگین، ولی اینا رو نداره چون نمیخواد عوضش کنی و اینا بعد باگ بخوره چیز تنوس، نه نداره اونا رو. لاگو داره، همه چیو داره. بعد اینجا نمیشه الا لود تکس، اینجا بعدش بسته میشه. اینجا میاین ترایش میکنین، این پایین ترایی داره، بذارید اینجا رو پایین باز کنم فونتش بهتره. حالا خب اینجا واسه اینجا رو از فلس ترایی کنید، بعد کنترل اس بزنید و بیاید بیرون. بعد اینجا یه فایل داره سرور پراپکتیس، باز ما فقط زده سرور میره توش ندر میزنیم آن باشه، مثلا دیباگش فلس باشه، حالتش روی مثلا میخوام هارد باشه، بعد کوارتی، بعد میگم میام پایین وایت لیست، میگه گیم مودش چی باشه، همون میگه سوبل باشه، هاردکور نمیخوام، اینجا زده هاردکور نمیخوام، بعد هاید پلی آنلاین پلی، نه ما وانیلا همون اینستال پکش ها. بعد اینجا کاری نداریم، اینجا جمعیت سروره، اینجا جمعیت سروره ما 20 نفر میخوایم کنیمش 100 نفر. بعد اینجا فونت زیر سرورتونه، سرور تست آموزش. بعد اینجا آنلاین مود، اگه اکانت پرم دارین شما دوستان، اگه بخواید با هم دیگه پلی بدین این آنلاین مود رو حتما باید ترای بکنید، ولی اگه اکانت پرمیوم ندارید باید وقت دوست دارید و بقیه میخوان بیان که بیشتر مردم ایران ندارن اینجا فلس میکنیم. بعد دیگه به چیزی دست نمیزنیم، پی وی پی هم ترای میزنیم، آفش نمیکنیم، اینجا میایم پایین چون ما میخوایم همه جا رو بتونیم بکنیم. میبینید دیگه فقط یه محدوده هست، یه محدوده 16 مثلا 16 چانکه که فقط اوپیا میتونن بکنن، بعض موقع زیاد اتفاق افتاده باستون. این به خاطر اینه که اینجا اسپان پرفکت تیون اینجا 16 این اگه کنید صفر دیگه همه میتونن همه یا هر جا رو بکنن. بعد یک کنترل اس میزنید میاید بیرون. خب ما الارم چیز کردیم، رانو میزنیم دوباره و منتظر میشویم دوباره بازگردد. خب بچه ها اینجا نترسید اگه این ارور رو داده سرور رانینگ آفلاین این مود، خب نترسید چون ما توی سرور پراپکتیس گفتم آنلاین مود آف کنید که کسی که پرمیوم ندارن اونه. خب بعد اینجا توی همه رو ران کرد بدون هیچ پلاگینی که ما داریم رانش میکنیم، میایم بالا. خب کنید اینا فکر کنید نداریم پورتشو، حالا پورت هم نمیخواد، میایم 0.0.0. میذاریم. بعد اینجا میبینیم اینجاست. بعد بچه ها یه ویدیو رسته بگم سری میام. خب بچه ها اینجا میشه سرور، گفتم دیگه همون چیزه سرور تست آموزش، گفتیم جمعیتش 100 میخوایم باشه. بعد جوینینگ میزنیم، جوینینگ، بعد منتظر میشه تا جایش.
خب بچه اومدیم جوینینگ شدیم تو سرور و همین دیگه. خب الان ما اوپیر نداریم، اوپی هیچی نداریم. میتونی با مثلا کسایی که تو خانواده تو هستن اینا راحت پلی بدید، ولی اگه سیستم خودتون ضعیفه سیستم خودتون رو بذارید روی مثلا وی پی اس مثلا فکر کنید. بعد من اینجا اسلش اوپی امیر، اسم خودتون، اسم خود امیر ریمیکسه، بعد تموم. ما الان کریتیو شدیم، میتونیم کرافت کنیم یا بکاریم ماین کنیم. ماین و کرافت داره. خب بچه اگه دوست داشتید چیز کنیم، چند تا سرور بندی وصل کنیم و یعنی آزمایشی نه قدر دقیق وصلش کنیم و پلاگین بریزیم روش، قویش کنیم. اگه به این ویدیو 500 تا یکی لایک برسه من دست چیز فایل آماده سرور رو با قیمت خیلی کمی به فروش میذارم. خیلی کمه و یه قرعه کشی هم میشه بین کسا رایگان، ولی پلاگین های چیزی اینقدر نداره، اونقدر چیزیست. خوب ها، ولی پلاگین اختصاصی نداره. خب بچه این هم از این ویدیو. مرسی تا اینجا ما نگاه کردید. بچه اگه خواستید بریزید پلاگین، حتما همون سایتی گفتم پیپر که دانلود کردید بریزید، خودش چیز پلاگیناشو داره، دانلود کنید همونجا بریزید. بچه این هم از این ویدیو. تا ویدیو بعدی حتما لایک کنید، وگرنه شب میام تو خوابتون.